چاله‌بینی با شکوه گسیل نواسکران با اشتراک نمایندگان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، قسم‌های حربی، پدر و مادران نواسکران و راهبران کارخانه و تشکیلات شهر ترسونزاده در نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی دایر گردید. باید گفت که در روز اول دعوت تیرماهی نواسکران در اینجا 160 نفر جوانان باننگ و ناموس منطقه با خواهش خود حاضر گشتند. رهبرت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده، نمایندگان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، مقامات حفظ حقوق، کمیسر حربی، سابقه‌داران جنگ و مهنت و والدین دعوت شدگان در جامعه تنتنوی ضمن سخنرانی قید نمودند که امروز قواهای مسلح مملکت خیلی تشکل یافته از جهت تامینات مادی و تکنیکی، قدرت و مهارت حربی و انتظام حیات شخصی نسبت به سالهای پیشین فرقیت زیادی دارد. ارتش ما امروز استقلالیت و تمام هستی تاجیکستان عزیزمان را سربلندانه حفظ می‌نماید و برای هر جوانمرد باعث افتخار است که همچون سرباز در صف ارتش طرز شهروندی و جوانمردی خود را ادا نماید. همچنین به دعوت شوندگانی که تا امروز در مکتب‌های متحده تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع شهر ترسونزاده تحصیل کرده بودند از جانب رهبرت شهر شهادتنامه رانندگی تقدیم کرده شد. بعداً از جانب سربازان قسم‌های حربی واقع در شهر ترسونزاده بوده پرد حربی دایر گردید. در حقیقت خدمت کردن به وطن اصلاً خدمت کردن به پدر و مادر و برادران و خواهران است، زیرا وطن و ملت دو رکن مقدس است که بدون آنها هیچ فرد سری بلند و افتخار انسانی داشتن نمیتواند. امروز صدها نفر فرزندان باننگ و ناموس شهر ترسونزاده در جزو تام‌های قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت مادر وطن می‌نمایند. در قسمت فرهنگی، چاره‌بینی ورزشگران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده برنامه‌های رنگین را پیشنهاد مهمانان و دعوت شوندگان نمودند. هنرمندان خانه فرهنگ شهر ترسونزاده نیز برنامه کنسرتی را برای گسیل نواسکران نمایش دادند.